عزیزم نوزادتون کولیک نوزادی داره، رشدش نرمال، تکاملش نرمال، شیر خوردنش نرماله. به این میگن قولنج نوزادی. چیز طبیعی هستش، پدیده طبیعی است. از 2-3 هفتگی شروع میشه تا 2-3 ماهگی هم ادامه داره. حالا بچه ها خیلی نفع میکنن، به خودشون میپیچن، شکمشون صدا میده، بیقرارن، موقع دفع خیلی زور میزنن. اینا همه طبیعیه، باید بذارین دورانش بگذره. حالا یکم شکمش رو ماساژ بدین، دور نافش رو میتونید تو گهواره مثلا بذارینش، به شکم بغلش کنید، مثلا روزی 3-4 بار، مثلا 5 دقیقه به شکم بخوابونی، حتی میتونید تا یه ربع هم بیشترش کنید. دیگه باید بذارین دوران بگذره، استرس و استراب اصلا نداشته باش، چون کاملا طبیعی است و استرس مادر میتونه تشدیدش کنه. شما اصلا آلرژی گوارشی هم نوزادتون نداره که بخوام خیلی رژیمی به شما بدم. علائم ریفلاکس هم نداره، برای همین یه کولیک طبیعی هستش که باید بذارین دورانش بگذره. ولی خب مثلا قطره‌های پروبیوتیک یا برخی از این قطره‌های گیاهی کمک کننده است، ولی درمان نیست، چون بیماری محسوب نمیشه از نظر ما. برای همین اصلا نگران نباش، این دوران انشالله به خوبی بگذره.